البته که در مسئله قوای برق من میخوام که این زمان یک چند فکری هموطنان را در این وسط بگیرم که مردم در چی حال است، در چی حالت قرار دارد، چی باید کرد، سر راهی را ما چگونه خواهیم گرفت، چی کارهایی را باید انجام بدهیم، سبب نبودن قوای برق چی است. اگر دعوای ما سری است که ما در کشور یعنی قوای برق نداریم، آب نیست، فلان نیست، خب تاجیکستان از حساب صادرات برق حدود 90 میلیون دلار به دست آورده است، صادرات کرده است، به خارج قوای برق داده است. خب دوام ماه ینور سپتامبر سال 2021 تاجیکستان به خارج کشور به مبلغ 89.4 میلیون دلار نیروی برق صادر کرده است که 36.1 میلیون دلار زیادتر نسبت به همین دوره سال 2020 است. خب طور اگنتی آمار نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد تا ماه آخر و تقریبا همین مقدار در ماه اوگوست تاجیکستان از انتقال برق به خارج کشور حدود 17 میلیون دلار مبلغ به دست آورده است. بازار فروش برق تاجیکستان، ازبکستان و افغانستان میباشد که قریب در حجم یک خیله برق میگیرند. این با آن وابسته است که در قرارداد با این کشور امضا شده برای سال 2021 حجمی برابر انتقال برق 1.5 میلیارد کیلووات ساعت پیش بینی شده است. برای 1 کیلووات ساعت برق ازبکستان به تاجیکستان 2 سنت و افغانستان 3 سنت طریق خط 110 کیلووات ساعت و 4.5 سنت طریق خط انتقال برقی 220 ولت مبلغ پرداخت میکند. قبلا پس از قدرت به دست آوردن طالبان، شرکت انرژتیکی در افغانستان خبر داده است که قرض افغانستان از پرداخت استفاده برق نزدیک کشور همسایه از جمله تاجیکستان حدود 62 میلیون دلار تشکیل می‌دهد. شرکت درخواست نموده است که انتقال برق را قطع می‌کنند و وعده داده است که قرض را پرداخت می‌کنیم. ساختار مربوط تاجیکستان از شرح وضعی وابسته به صادرات برق به خارج کشور و از جمله افغانستان خودداری می‌کند. یعنی تا امروز برق به کشور افغانستان طبیعی است که می‌فروشد. رحمانوف که دعوای رد کردن حکومت امروزی طالب دارد تا امروز تجارت دارد، برق برای او میتیه، شرطنامه، سازشنامه فلان بیمدان یا را ویل بکنید یا را کنار بگذارید. شما با حکومت قبلی کشور شرطنامه داشتین و امروز شما دعوای او داره که حکومت طالب بالای تاجیکان اولوی دریا ظلم میکنه. حکومت همه شغل نیست، حکومت همه جانبه نیست، ولی رحمانوف باز هم همون مردم بیچاره را فریب داره. من چندین نوارها دارم که برای شما میگذارم که شکایت تاجیکان اولوی دریا چگونه است، که چگونه شکایت دارن برای دست آوردن یک ویزا برای داخل شدن به تاجیکستان، امنیت خودشون درست کردن، چقدر راه ها را باید ترک کنن، چقدر مبلغ ها باید صرف بکنن. که جو دعوایی که رحمانوف اونها را فریب داره، ما برای شما امکانیت میتیم، خب ما پیشوای تاجیکان اولوی دریا هم نیم هستم، من حکومت مشغول میخوام فلان بیمداد یا او کنار میگذاریم. نقطه اساسی مسئله برق است که مدامی که توی حکومت قبول نداری چرا برای اونها برق میتی؟ ببینید که برای کشور همسایه برق میرسیده است. هر وکیل، هر رئیس، هر مسئول، هر نماینده ای که دعوای شما سر او است که خب ما زمستان است، تعمیر است، فلان است، او ولی از خدا برای کشور همسایه تعمیر نیست، زمستان نیست، خب برق میرسه کو. شما شرم از اون نمیکنین که ده همسایه کشور برق میتین، برای مردم خودتون قوای برق نمیتین؟ یا شرم نمیکنین؟ شما ایزو نمیکشین از همون مسئولیتون، ایزو نمیکشین از همون وظیفه و از همون عنوان ها و از همون راهبری شدن راهبر یک نهاد و یک شرکت بودن، تو شرم نمیکنین؟ شما چگونه صبح میرین سری دفتر کاری میشینین که امروز مادری تاجیک، زنی تاجیک، خواهری تاجیک، طفلی تاجیک، معیوب، هر کسی که نباشه تاجیکستانی است، بیچاره شب تا صبح در بدون ببرقی رو به رحم خدا خواب میکنه. روز تا بگاه مردم یک غذای درست، تصور کنید که در بعضی از منطقه های دوردست سرد است، مردم چگونه 1 کیلو انگشت که شما دارین چقدر قیمت داره، معاش شما وابسته به انگشت و وابسته به سوزشواری که دارین تو غوری میگیره. آی احمق، شما یک بار بالای این نقطه ها فکر میکنین؟ من نمیدونم در جلسه پارلمان چی موضوع ها بحث میشود. آی خدا،
این همون بناموس بودن وکیلان پارلمان من حس نمیکنم در یگان گوشه دنیا. در جنگل براستی خودشان مسئول دارند. 4 حیوان یک جا میشود براستی خودش یک کسش زورتر از او رهبر اینا میشود. جنگل از حیوان هستند. شما چگونه انسانین، خون انسانی دارین، شما چگونه نان و غذا میخورین که امروز مردم قوای برق نداره. امروز مردم این نقطه یه چیزی عادی نیست. ما مردم باید اکنون بگذاریم ترسا، بگذاریم این همه احمقی که بالای ما میکنن. در کشوری که اجتماعی است، در کشوری که در اونجا میگن که همه در نزد قانون برابر است، مدامی که رحمانوف سوگند به شیر مادرش میخوره و مردم دعوت به حقوق و به شکرانه کردن میکنه، آیا شما شرم نمیکنین چون این حالت برای مردم میتین؟ با طور مثال یک منظره که حالا ملت فراموش نکرده است. مرحمت. این نقطه را مردم فراموش نکرده است. همون است که شما میرفتین برای باز کردن اگریگت راغون، زیر پای شما این همه زنها و خواهرهای تاجیک و تاجیکستانی زیر پای شما و فرزندان شما گل میپاشیدن که قدماتون گل باشه. جناب عالیتان آقای رحمانوف، قدمت گل باشه، ما نوکرتیم، ما زیر پای تو گل میپاشیم، تو بگذر نو لااقل همون وعده داده که برای مردم انجام بده. آقای بخیردو، مردم تا جای اومد که در زیر پای شما گل پاشتن، لااقل که قدر این مردم رو بدونین. ما تا جای آمدیم پایین فرومدیم، خمون به قدر کردیم، به انصاف کردیم و اجازت فرزندامون دادیم که بروند در زیر پای شما لااقل گل بپاشند. نه شما خدمت این مردم رو بکنین. این چی احوال است؟ این چی نمود ظلم است؟ این چی نمود احمقی از بالای مردم که شما روا میبینید؟ سال 2018 وقتی تگمه راغون زیر کردی برای مردم وعده دادی که کشور یک کشوری افسانوی می شود. اوی یاد داری؟ اینقدر تو وعده خلافی، اینقدر دروغ میگی، اینقدر مردم فریب میکنین، اینقدر مکر میکنین. او ای خدا نمیشرمین؟ چی خیر روی مردم نگاه میکنین، در آینه نیلگون در تلویزیون میبرین با گپ میزنین. یا نوارش دیروز در ولایت ختلان رفته است، مردم به شکرانه گفتن دعوت داره، جواری مکه و خلول و نخوت و نمیدونم چی چیزا جمع بکنه. میگه راهبر کشور رفته است در حالی که حکومت با تمام اون همه مبلغ ها یک ذخیره مفت نداره، مردم به جمع کردن جواری مکه دعوت داره. راهبر کشور توی درجه مردم فریب داره. ما میگیم که جناب عالی پیشوای ملت گرینی. این منظره را مردم فراموش کرده است، نه که زیر پای شما گل پوشیدن. مردم ده ها صد ها نمیدونم یک روپه هم که باشه برای سهم گذاشت. شما چقدر میلیون ها دلار قرض گرفتین برای قوای برق برای مردم دادن. زمستان میشود شما تعمیر دارین، زمستان میشود پروفیلاکتیک دارین، زمستان میشود که حرفای پوچ و بی معنی داره. سال گذشته زمستان شد، راه ها بسته بود، ما نمیدونم امو اینسترومنت هایی که وعده از خارج کشور زکات کرده بودیم باید می اومدن، راه محکم بود نامد، قوی برق نشد. این چی نمود فلسفه پست است که برای مردم میگه. این سال چی؟ وکیل پارلمان ایزا نمیکشه، میگه که خب زمستان ما نمیدونیم که هوا گرم است خنک است، شاید آبای ما کم شود، از هازی برای مردم چیکار میکنیم؟ لیمیت میکنیم. نو مردمی گرد و اطراف، مردمی دوشنبه، مردمی مرکزهای ولایت قوای برق دارن که برای او آب کم نمیشه، برای خانه تو آب کم نمیشه. تو ایزا نمیکشی، اینمو تحلیل میکنی. اولش که نبرو در همین رسانه ها دیگر نبرو، گپ نزن. هر کسی که میبرو ما در اینجا تحقیرش میکنیم. شر نمیکنین، میبرین چونین خانه‌ات گرم است، از حساب مردم خانه داری، ماشین خدمتی داری، آفیس دفتری کاری داری، مبلغ داری، چخیل میبروی افسانه نقل میکنی. سال ما گرمی و خنکشه نمیدونیم، با اون خاطر نمیدونیم او کم چند قد جاری میشه و یا که چند قد میمونه، پریخ آب میشه نمیشه، ما نمیدونیم، با اون خاطر برای مردم قوی بر نیست. ای بس شرم است، به خدا قسم. این عمود متخصص، این عمود وکیل راهبر یک حزب در کشور عمل میکنه، کار و فعالیت میکنه. من ایزا میکشم از چنین یک راهبر و از چنین یک وکیلی که دعوا دارن. این لختکا پارلمان کشور در نشستن، روز تا بگردن مردم تحقیر میکنن، ده حق مردم تجاوز میکنن.
بس بدگیست این همه احمقی، بس بدگیست. چند سال دیگه باید مردم به این اصول بره و دنبال شما بگرده؟ چند سال دیگه؟